شمشاد جمشید هستم، آموزگار دانشگاه دولتی کولاب به نام ابو عبدالله رودکی. مولانا جلال الدین بلخی از نابغگان نظم کلاسیکی فارس و تاجیک است که با مثنوی معنوی خویش نه تنها در بین فارسی زبانان جهان بلکه در بین دیگر خلق و ملت‌ها نیز معلوم و مشهور است. یکی از موضوعهای اساسی که ما در مثنوی معنوی جلال الدین بلخی دریافتیم این ربط دارد به نگهداری زمین، زیرا امروز به احترامی و آلوده شوی 4 عنصر طبیعت، آب و خاک و آتش و هوا، مسئله به نابودی رسانیدن گهواره انسانیت یعنی زمین را به میان آورده است. همین است که مولانای بزرگ هنوز از زمانهای دور به واسطه علم نوین زیست شناسی تاکید میکند که ای برادر عقل داشته باش که همه آفریده خداوند را برای برآورده ساختن نفس خود مرگ سیاه میدهی، اما بدان که عاقبت خود در محو نفس خود خواهی گشت. بنابراین هر یک ما را ضرور است که در زندگی در کار و بار نگهدارنده نفس خویش باشیم و به گفته های بزرگان چون مولانا رفتار کنیم.